مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون این که چگونه سیدنا عمر خلیفه مسلمان ها می شود و نصوص شرعی که بر حقانیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان اشاره داشت و همچنین پیرامون جایگاهی که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه داشتن به نزد صحابه که همانا مهاجرین و انصار بودن، که همه سیدنا عمر را به عنوان خلیفه انتخاب میکنن، اشارات مختصر داشتیم به این موضوع. حالا بحث ما پیرامون اولین خطبه سیدنا عمر رضی الله عنه است. اولین خطبه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که به عنوان خلیفه مسلمان ها قرار می گیرن، برای اولین بار به منبر بالا می شوند. در این خطبه روایات مختلف هست که من گوشه ای از اونها را بیان می کنم. اولین کاری که سیدنا عمر رضی الله عنه به منبر بالا می شوند، بالا می روند در جایی که سیدنا ابوبکر صدیق می نشستند. می خواستند سیدنا عمر در همان مرتبه بنشینند و ایراد خطبه نمایند. سیدنا عمر پایین آمدند، گفتند که در جای ابوبکر نباید نشست. هر کس از خود مقامی دارد. الله اکبر. طوری که سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که به منبر بالا شد، جایی که رسول الله می نشستن ننشست، پایین تر قرار گرفت. و سیدنا عمر از سیدنا ابوبکر صدیق پایین تر می نشیند. این اوج احترام هست. سیدنا عمر می گوید عمر لیاقت و شایستگی این را ندارد که در جای ابوبکر بنشیند. سیدنا عمر رضی الله عنه
سخن خود را آغاز می کند با حمد خدا، ستایش پروردگار عالم و درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعداً سیدنا عمر میگوید بار الها من آدم خشنی هستم، مرا نرم بگردان. به اولین جملات خود بعد از حمد خدا، بعد از درود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید بار الها، پروردگارا من آدم خشنی هستم، مرا نرم بگردان. ضعیفم، مرا قوی بگردان. بخیلم، مرا سخی بگردان. این تواضع سیدنا عمر را نشان میدهد. برای این جمع میخواهد بفهماند که ضعیفم و از الله سبحانه و تعالی میگه بار الها، این مسئولیتی که بر دوش من گذاشته شده من احساس ضعف میکنم، مرا قوی کن، مرا کمک کن، مرا نصرت بده. سیدنا عمر رضی الله عنه در ادامه ارشادات خود میگوید برای اهل مجلسی که حضور داشتن، میگوید خدا شما را با من و مرا با شما آزمایش خواهد کرد. این یک آزمایشیه که من به عنوان امیر قرار گرفتم و شما به عنوان مأمور. این یک آزمایش هست. بعد سیدنا عمر فرمود که اگر برای شما مشکلی پیش آمد، به رفع او مشکل، به دور شدن او مشکل من تلاش می کنم و از افراد مورد اعتماد و اهل امانت در کارها استفاده خواهم کرد. و بعد اشاره می کند سیدنا عمر کسانی که به نیکی رفتار بکنن، انسانهای نیکی باشن، کارهای شایسته انجام بدهند، من با اونها به نیکی رفتار می کنم و هر کس انسان بدی باشد و بخواهد بدی به جامعه وارد کند، او را به سزای اعمالش می رسانم. سیدنا عمر رضی الله عنه در ادامه خطبه که این اولین خطبه سیدنا عمر هست که برای صحابه و برای او جمعی که قرار دارن سیدنا عمر بیان می کند. فرمودن با نفس خود محاسبه کنید قبل از این که مورد محاسبه قرار بگیرید. سیدنا عمر فرمودن که بیت المال به دست من مثل مال یتیم میماند. مال یتیم چقدر تأکید شده که گفته شده ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. چقدر تأکید شده ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند که مال بیت المال به دست من مثل مال یتیم هست، تا توان داشتم از آن استفاده نمی کنم برای خود و اگر ضرورت داشتم به اندازه و به قدر ضرورت از آن برای خود استفاده می کنم، نه بیشتر و بیشترتر. همچنین سیدنا عمر فرمودن کسی که بخواهد ظلم کند، کسی که بخواهد به جامعه ضرر وارد کند، کسی که بخواهد ضربه‌ای به جامعه و برای مسلمین وارد کند، خلاصه فرمودن که من با انسان ظالم چنان برخورد می کنم که بینی او را به خاک می مالم.
همان تندی و خشنی که از عمر شنیدید در مقابل ظالم، عمر خشن هست، تند هست و بینی ظالم را عمر به خاک میمالد. اما در مقابل انسانهای صادق، در مقابل انسانهای حق شناس، قانون شناس، انسانهای نیک و شایسته، الله اکبر، در تاریخ و چی عبارت ذکر شده؟ در اونجا میگه بینی ظالم را به خاک میمالم. سیدنا عمر میگه در مقابل حق شناسان، انسانهای نیکو و شایسته، عمر ارج و احترام میگذارد، حتی آمده که بینی خود را در خاک میگذارد. اوج تواضع سیدنا عمر هست. یعنی عمر تند خشن با انسانهای ظالم، عمر رحمدل، مشفق، مهربان برای انسانهای حق شناس، انسانهای قانون شناس، انسانهایی که آنها به اصطلاح ما و شما دست به راه و پا به راه باشن. کسانی که در او جلسه حاضر بودن میگویند که وقتی که سیدنا عمر این حرفها را در خطبه اول خود، در سخنرانی اول خود ارشاد فرمود، تا آخرین روزهای حیات خود با این اقوال و با این سخنان پایبند بود. الله اکبر. امروز کسی که بخواهه به عنوان زعیم و به عنوان مسئول جامعه قرار بگیره، در ابتدا حرف میگه، وقتی سر قدرت آمد حرف دیگری داره. در ابتدا با مردم با یک لهجه صحبت میکنه، وقتی سر قدرت آمد لهجه دیگر داره. وقتی در ابتدا اشخاصی که امروز میخوان سر قدرت بیاین، اکثرا در ابتدا خود را به عنوان امین معرفی میکنن، خادم و خدمتگار معرفی میکنن. وقتی سر قدرت رفتن، وقتی مسئولیت را گرفتن، به عنوان زعیم قرار گرفتن، چیز دیگری میشوند. اهل مجلسی که در اولین خطبه سیدنا عمر نشسته بودن، نه یکی دو تا و 10 تا، کل کسانی که در اون مجلس نشسته بودن، کسانی که در خطبه سیدنا عمر را گوش میکردن، میگن که حرفی که سیدنا عمر در آن خطبه اول خود زد تا آخرین روزهای حیات خود پایبند بود. این خطبه سیدنا عمر درس ها دارد، پیام ها دارد برای مسئولین کشورها، برای زعما، برای رهبران امت اسلامی، برای رهبران کشورهای اسلامی. این پیام دارد هر حرف سیدنا عمر رضی الله عنه. دروسی که در این خطبه نهفته هست چیست؟ اول این که خلافت آزمایش الهی است. یک آزمایش هست. سیدنا عمر گفت که خدا شما را با من و مرا با شما آزمایش خواهد کرد. یک آزمایش هست، یک امتحان هست. به نزد خلفاء الراشدین خلافت یا حکومت تکلیف و مسئولیت بود. یک تکلیف بود، یک مسئولیت بود، نه فرصت و منصب و مقام. امروز که امت اسلامی دوچار مشکلات شده، چون کسی که مسئولیت و یا زعیم یک کشور قرار میگیره، او را برای خود یک فرصت فکر میکنه، یک منصب فکر میکنه، یک مقام فکر میکنه. خیر، این یک مسئولیت هست. الله سبحانه و تعالی پرسان میکنه وقتی گفته شده کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کس به اندازه
وسعت مسئولیتش در حشر پرسان میشه. از رئیس یک خانواده به اندازه خانوادهش پرسان میشه، از رئیس یک مملکت به اندازه مملکتش پرسان میشه، از یک مدیر مکتب به اندازه سایه مکتبش پرسان میشه و از یک والی در ساحه ولایتش از او پرسان میشه. به اینه که خلافت آزمایش الهی است. سیدنا عمر این را میخواد متوجه بسازه همه را که من به عنوان خلیفه قرار گرفتم، این فرصت و منصب و مقام نیست، بلکه تکلیف و مسئولیت هست. چند درس از این دروسی که از سخنان سیدنا عمر ما میگیریم انشاءالله بیان میشه که یکی را بیان کردیم خلافت آزمایش الهی است. متباقی دروس را بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. با ما باشید. فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر آنها ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون اولین خطبه سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره کردیم و در این خطبه و در این اولین سخنرانی سیدنا عمر گفتیم دروسی نهفته هست که از آن جمله یکی را بیان کردیم که خلافت آزمایش الهی است. دوم تلاش بر حل مشکلات. سیدنا عمر با صراحت گفت که اگر شما دوچار مشکل شدید من به رفع او مشکل تلاش میکنم. پس کسی که به عنوان زعیم به عنوان مسئول قرار میگیره باید که نگاه کنه که رعیتش چگونه مشکل دارن. در اولین خطبه سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره میکنه که من خادم شما هستم، شما به مشکل خوردید، من تا جایی که توان دارم تلاش میکنم که این مشکل حل بشه. و سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی متوجه میشد که رعیتش مشکل داره، اگر رعیتش غذا نداشت، غذای درست و صحیح، خودش غذای درست و صحیح نمیخوره تا مشکل رعیتش حل بشه. اگر رعیتش به سردی تیر میکرد، سیدنا عمر در سرمای زمستان به سردی تیر میکرد تا اینکه از حال رعیت واقف بشه. وقتی میدانست که رعیتش گرسنه هست، سیدنا عمر گرسنگی میکشید.
وقتی میدانست که رعیتش خلاصه فلان مشکل را دارد، تلاش میکرد تا اینکه او مشکل حل بشه. و مشکلات چگونه حل میشه؟ سیدنا عمر گفت که من در مقابل ظالمین تند و خشنم، دست ظالم از سر مظلوم کوتاه میکنم. اشخاصی که به عنوان زعیم و به عنوان مسئول یک کشور قرار میگیرن، باید اولین کاری که میکنن ظالمینی که بر سر مظلومین ظلم میکنن، به هر نوعی که ظلم میکنن، دست ظالمین کوتاه شود. سوم، اعتدال در خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه. خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه نه افراد بود و نه تفرید، بلکه اعتدال، میان رو. هر نظام و حکمتی که اعتدال و میان روی داشت می شود حکمت اسلامی. پس در هر نظامی و در هر حکمتی و در هر خلاصه کشوری وقتی افراد بود یا تفرید بود، چی می شود؟ اون نظام به هم می ریزد. وقتی اعتدال نبود، وضعیت نظام به هم می خورد. اعتدال در خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه که بعدها انشاءالله نمونه های در این بخش ها بیان می شود. چهارم، دروسی که در این سخنان سیدنا عمر نهفته بود که سیدنا عمر گفت که من از ارزش های دینی و باورها و اعتقادات دفاع می کنم. یعنی پاسداری از آیین و معتقدات. سیدنا عمر این قول را داد. هر زعیم کشور اگر متوجه نباشد اشخاصی بیاین به اعتقادات و باورهای رعیت دست درازی بکنن، چیز واضح و مسلم است که این شخص نمیتواند در حکمت و حکمتداری موفق باشد. این از شعار سیدنا عمر بود که گفت که خوب متوجه باشید که من از اعتقادات و باورهایی که ما و شما به او اعتقاد داریم و باور داریم، من از او پاسداری میکنم. و چنین هم کرد. نه تنها از اعتقادات خودش و امت اسلامی، حتی از کسانی که در زیر چتر حکومت اسلامی بودن به عنوان ذمی، هیچ کس را اجازه نمیداد که به معتقدات اونها هم کسی دست درازی داشته باشه و کسی توهین داشته باشه. یعنی او ذمی که در زیر چتر اسلام بود، در زیر خلافت سیدنا عمر بود، در همان صومعه خود، در همان بالاخره کلیسا و کنیسای خود، در همان جا مصروف و یا مشغول عبادت خود بود، ولی با او شروطی که حکومت اسلامی و خلافت اسلامی به او وضع کرده بود. و همچنین این که سیدنا عمر رضی الله عنه گفت که من در خطبه سیدنا عمر در اولین خطبه گفت که من حقوق کارمندان و یا زیردستان را اضافه می کنم و توجه خاصی می کنم. سیدنا عمر چنین کرد. الله اکبر. دوران طلایی امت اسلامی بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد از سیدنا ابوبکر صدیق، دوران خلافت سیدنا عمر فاروق هست. سیدنا عمر فاروق تلاش کرد به افزایش حقوق کارمندان، حقوق مجاهدین، حتی برای مجاهدینی که میرفتن به جهاد و مبارزه توجه داشت به خانواده های مجاهدین، به اولاد مجاهدین. برای اطفال سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که من اینها را فهرستوار بیان میکنم، بعدها میآید جز عدالت سیدنا عمر، مساوات سیدنا عمر،
آزادی زمان سیدنا عمر به یکایک اشاره می شود. اطفال از بیت المال معاش داشتن، حتی اطفال شیرخوار از مسلمان ها که یک طرف سیدنا عمر رضی الله عنه برای او ذمیایی که در جوانی به عنوان اینکه ذمی بودن چیزی را به بیت المال و برای مسلمان ها می پرداختن، وقتی ضعیف شده بودن، وقتی که خلاصه از کار افتاده بودن، سیدنا عمر برای اونها هم کمک می کرد، برای اونها هم حقوق می داد، برای اونها هم معاش تعیین کرده بود. اونهایی که غیر مسلمان بودن، پیر و ضعیف و ناتوان بودن، این کار سیدنا عمر رضی الله عنه بود. ششم، کنترل خلیفه توسط دیگران. سیدنا عمر در خطبه خود گفت که دیگران، یعنی شما که در این جمع حضور دارید، خلیفه خود را کنترل کنید. کجا می رود، چی می کند، چه کار می کند، چی می گوید، شما کنترل کنید خلیفه را. با این که خلیفه را کنترل کنید و همکاری کنید که خودش گفت، اما فرمود چی کسانی خلیفه را کنترل کنن، چی کسانی همکار با خلیفه باشن؟ فرمود کسی که متقی باشد، تقوا داشته باشد، یعنی خدا ترس باشد، دوم محاسب نفس باشد، خودش انسان مطمئن باشد، سوم وظیفه شناس باشد. این اشخاص گفت که در کنار من همکارن، باید همکاری با خلافت داشته باشن، با حکومت داشته باشن و بالاخره با نظام داشته باشن. انسانهای متقی، انسانهایی که محاسبه با نفس و همچنین وظیفه شناس. چیز دیگری که سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره کردن، فرمودن که من کارها را بدون مشوره انجام نمیدهم، کارها باید با مشوره صورت بگیرد. من با شما همه مشوره میکنم، خصوصا با صحابه بزرگ، خصوصا با مهاجرین و انصار، با اینها من مو به مو، قدم به قدم کارهایی را که انجام بدم مشوره میکنم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه با همه صحابه مشوره میکردن، با موسفیدان مشوره میکردن در عرصه های مختلف، با جوانان مشوره میکردن. حتی سیدنا عمر از زنها مشوره میگرفتن و عمل میکردن، مثل این که مشوره با دختر خود حفصه ام المؤمنین رضی الله عنها، با او مشوره میکردن در کارها و بعد عملی مینمودن. خلاصه با همه صحابه مشوره داشتن، خصوصا با مهاجرین و انصار و مشاورین ارشد و همیشگی سیدنا عمر چی کسانی بودن که اکثر اوقات با اینها مشوره داشتن؟ با حضرت عباس ابن عبدالمطلب، با عثمان ابن عفان، با کی؟ با علی ابن ابی طالب. از مشاورین ارشد سیدنا عمر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما است. آنهایی که میخواهند بین حضرت علی و حضرت عمر شگاف ایجاد کنن، آنها اهل مطالعه نیستن، اهل تحقیق نیستن، آنها ندانستن، آنها یا ندانستن و یا اینکه همان کسی که بین صحابه شگاف ایجاد کرد که ابن سبی یهودی، یا اینها فرزندان ابن سبی یهودیان و یا شاگردان و تربیت یافتگان مکتب ابن سبی یهودیان که میخوان بین صحابه و اهل بیت، بین حضرت علی و حضرت عمر شگاف ایجاد کنن. از جمله مشاورای ارشد سیدنا عمر علی ابن ابی طالب هست که در کارهای جزئی و کلی سیدنا عمر علی ابن ابی طالب را صدا میکنن، با او مشوره میکنن.
همچنین معاذ بن جبل، عبدالرحمن بن عوف، ابی بن کعب، زید بن ثابت. خلاصه اکثر مشاورین سیدنا عمر حافظان و قاریان قرآن بودن. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون خطبه سیدنا عمر که اولین خطبه و دروسی که ما از این خطبه میگیریم، هر انسانی که در کارها موفق میشه که مشاور خوب داشته باشه، مشاور متدین داشته باشه، مشاوری داشته باشه که او مشاور اعتقاد و باور کاملی به خدا و پیامبر داشته باشه. آنجا او شخص میشه انسان کامیاب و انسان موفق در تمام عرصه ها، در عرصه های مختلف، عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خلاص عرصه های مختلف. کسی موفق میشه که مشاور خوب داشته باشه. الله سبحانه و تعالی برای همه زعمای کشورهای اسلامی توفیق بده که بردارن زندگی نامه و یا دوران طلایی امت اسلامی، دوران خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه را بخوانن. الله سبحانه و تعالی به ما هم توفیق بده که راه این بزرگان را تعقیب نموده و این بزرگان را برای خود که بهترین الگو هستند اینها را بیشتر و بیشترتر برای خود الگو قرار بدیم. تا برنامه بعد که انشاءالله ارتباط به عدالت و مساوات در خلافت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه می باشد، انشاءالله بیان میکنیم به برنامه آینده اگر عمر باقی بود. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.